Every 26 to 29-year-old that has a ton more money, fame, and success than you has nothing to do with you. گری وی میگه هیچ کس جلوی تو نیست جز خودت. این مرد یکی از واقعی ترین مربیای موفقیته. None of those people are taking away your opportunity. حتما ویدیوهاشو نگاه کن. هیچ کس ایده‌تو نمیدزده. هیچ کس جلوتو نگرفته. فقط خودتی که داری جلوی خودتو میگیری. It's you versus you. The pie is unlimited, infinite. I hate when people are like, that guy got my spot. That guy copied my content. I'm like, motherfucker, you copied someone else's content. What the fuck are you talking about? پس بهونه‌هاتو جمع کن، حرکت کن. دقیقاً همینه. خیلی دنبال دلسوزی و درک شدنن. ولی موفقا حرکت میکنن. گری وی میگه بهونه‌هاتو نگه دار برای خودت. دنیا منتظر نمیمونه. ولی گری وی راست میگه. واقعیت اینه که ما خودمون سد راه خودمونیم. شروع کن حتی اگر کامل نیستی. اشتباه کن، خراب کن. تجربه ها از کجا به دست میاد؟ اما یه نکته مهم، اگر دنبال موفقیتی مسئول زندگی خودت باش. برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندی، لایک کن، سابسکرایب کن و کانال رو دنبال کن.